در سنن ابو داود از حضرت اوس ابن اوس رضی الله تعالی عنه روایت است. حضرت میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این من افضل ایامکم یوم الجمعه. از همه بهترین روزهای شما برای شما روز جمعه است. فاکثروا علی من الصلاة فیه. در این روز برای من صلوات زیاد بفرسته، صلوات زیاد بگویه. فان صلاتکم معروضة علی. جناب پیامبر گفتند زیرا اینکه صلوات های شما را ملائکه های مخصوصی هستند که برای من عرض میکنند، یعنی برای من میرسانند، نشان میدهند. شخصیت پرسیدم یا رسول الله شما یعنی در قبر پوسیده میشوی، در قبر یعنی از بین رفته میشوی، چه نوع صلوات های ما را ملائکه ها به شما نشان میدهند، میرسانند؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند که ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. الله رب العالمین برای زمین حرام گردانده است ضرر دادن، پوساندن بدنهای پیغمبرها را، یعنی که پیغمبرها جسدهای اونها، بدنهای اونها در خاک نمیپوسند. یعنی در این حدیث پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم ما را امر کردند که در این روز، یعنی در روز جمعه، زیادتر به پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم صلوات بگوییم و ان شاء الله رب العالمین که ملائکه ها از نام ما صلوات های ما را به روح مطهر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میرسانند.